هموطنای عزیزم، امیدوارم که حال شما خوب و خوش و خرم باشه. باز از استانبول در خدمت شما هموطنای عزیز هستیم. امروز در خدمت دوست و رفیق و شفیق آقای حسینی عزیز هستیم که ما چند روز پیش از دفتر تهرانمان از سفارت ترکیه ویزای این دوستمان عرض کردیم و امروز در استانبول در خدمت ایشان هستیم. آقای حسینی خودتان بفرمایید. سلام دوستای عزیز، امید که صحتمند باشین. آقای رضایی با خانم حیدری با همکاراشون زحمت کشیدیم، ویزای ما رو گرفتن. شما هم اگه پاسپورت دارین، اقامت ایران رو دارین، میتونین ویزای 3 ماهه ترکیه رو بگیرین. وقتی میتونین قانونی بیاین، با همون هزینه‌ای که غیر قانونی میاین قانونی بیاین. ممنون از شما، لطف کردین. خب دوستای عزیز، هموطنای عزیز، ببینید اگر شما همین پاسپورت افغانستان، نه کدام پاسپورت دیگه، پاسپورت نه، همین پاسپورت خودتانه اگر داشته باشید و همینطور ببینید اقامت ایران، همین اقامت ایران اگر شما داشته باشید، ما میتونیم ظرف 2 هفته الی 3 هفته ویزای قانونی ترکیه رو برای شما بگیریم که شما کاملا قانونی بیاین ترکیه. ما در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً پیج ما رو فالو کنید و اگر دوست داشتین شرایط بدونید چه شرایطی داریم، زیر همین پست کلمه مهاجرت کامنت کنید یا داخل دایره کلمه مهاجرت برای ما ارسال کنید. ما شرایط برای شما ارسال میکنیم. منتظر شما عزیزان هستیم.